سلام ببخش، چطورید؟ خوش اومدید به یه ویدیوی خفن و جذاب دیگه. خب ما داشتیم دیویژن میزدیم، خودیم به یکی که کالکتیو استرنجش خیلی از ما بالاتر 3210 دو تا بلیسترن خفن داره و اینم ترکیبشه. زود بریم سر بازی ببینیم چی میشه. خب زود تونسری به این بازی داشت، اونم معطل نکنید. دقیقه 31 بازیه، از دقیقه 31 دارم رکورد میکنم و یکی چه من از با امباپه یه گل کاتلاوه خوشگل زدم به پیتر چک افسانه ای. داداش بیا دیگه. اومد. حالا با ویس جیمز، این ویس جیمز صدم از پوتو گرفتم یه بیرون پامون نشه. بزن ببینم. آهان بزن. وای این بکم بابه خیلی خوبه. بکم نزا برسه به مسی. بابام بلیت میزنه، الان بلیت میزنه به جان مادرم. نه نزد. ای والا باتیستوتا به امباپه. باتیستوتا باز بخوره. امباپه خودش رفته پاسشو میده به مسی، باید بده. وای چه موقعیتی بود. عالی گواردیول، یه سانترمون نشه. بزن امباپه. گواردیول اصلا نمیشه، به گواردیول نمیتونه سانت کنه اصلا. یه کونه مستقیممون نشه بچه های چنلال کنن. برو تو گل ببینم میره. وای ای کاش میرفت. با بکام خیلی قشنگ تر میزنم. با بکام کلا گل میشه. بزن ضربه سر رو. نشد. ببین فقط من نگران اینم که کرل بزنه. نباید بذاریم بلیتس بزنه با بازیکناش. بلیتس بزنه گله به ما هم از اون گله های ناب بازی نیست، یه گله به بایگانه. و بچه ها داره کم کم سال 2025 هم تمام میشه، داریم به 2026 نزدیک میشیم و آپدیت ای فوتبال 26 داره میاد و واقعا حس عجیبی دارم، چون کلا یه سال PS رو نصب کردم. دیگه میگم یه سال 2 سال PS رو نصب کردم و از 24 دارم بازی میکنم. موقعی که میخواستیم به 25 هم یه همچین حس عجیبی رو داشتم، انگار داریم با یه سالی که پر از خاطره داشتیم، پر از کارتای نابی که گرفته بودیم و داریم باشون خدافزی میکنیم. البته خیلی احتمالش زیاده امسال بیا بازی رو ریست بزنه و اکانت رو بپرونه، مثل سال 21 کنه. 21 کلی آیکون فیوچر داشتیم که به 22 اومدیم دیگه دیدیم همه پرپر شده. آیکونایی هم که لژندری شده بودن نمیتونستیم بازی کنیم باشون. حالا ویدیوهایی که دیدم اینجوری بوده، خودم از 21 بازی نمیکردم اصلا. 21 نمیتونستم PS چیه. وقتی که اومدم هفتم ششم دیگه، هفتم اومدم دیدم یه بازی به اسم PS موبایل هست، همون ای فوتبال موبایل دیگه شروع شد قضیه ای فوتبال. حالا نیمه دوم بازی داوید ویا بازی رو شروع میکنه و 2 ماه دیگه آپدیت ای فوتبال 26 رو داریم. گل نشه. 2 ماه دیگه آپدیت PS 26 رو داریم، ای فوتبال 26. و یه خبر بد دارم برای همتون، این که مستر لیگ پولی شده. بله کنامی یه برنامه ساخته به اسم ای فوتبال پس 26. کلا مستر لیگ از زمان PS 21 دیگه رفت و نیومد. یه کونه مستقیم بزنیم عشق کنید. نه نشد. یا شد. وای حاجی زمینی میزنم میره. خب داشتم میگفتم از PS 21 به بعد دیگه ما مستر لیگو نه تو ای فوتبال دیدیم، نه تو PS 25 کنسول دیدیم، تو هیچ جا ندیدیم. البته نه PS 25 کنسول داره، ای فوتبال ندیدیم دیگه. و اومده مستر لیگو پول کرده، یه برنامه ساخته، اونم به خاطر مناسبت 30 سالگرد. یعنی 30 سالگرد نبود عمرن مستر لیگو می آورد. مستر لیگ هم پولی کرده، برنامهش جداست حالا. و بین ماه آگوست، نمیدونم بین مهر و شهریور، بین آگوست و سپتامبر قراره آپدیت PS 26 همون ای فوتبال 26 خودمون منتشر بشه و من خیلی هیجان زدم و قراره سفیر اصلی بازی لامین یامال باشه. واقعا خیلی حس عجیبیه 2 سال عکس مسی رو کاور باشه و لامین یامال یه جوان نوظهور بارسایی بیاد جاشو خیلی راحت بگیره. واقعا خیلی حس عجیبیه. تازه همین یکی 2 ماه پیش یه فیلمی ازش لو فکر کنم بنر ای فوتبال 6 داشت کنامی آماده میشد. وای اینجا گل نخورین داداش، دارم صحبت میکنم وسط صحبتم بیا گل بزنی
خب داشتم میگفتم گل نزنی بهم. نه نزد. بلیتز نزنه. وای بلیتز نزنه. دیگه خیلی حس عجیبیه یهویی یامال یه جوون 17 ساله بیاد روی کاوه بازی. خیلی حس عجیبیه. یعنی واقعا یه سانت بکش رافینیا گرفت پیتر چک. و بین ماه آگوست و سپتامبر قرار این آپدیت منتشر بشه بین محور و شهریور و قرار هستش که یه ابر بریکی داشته باشیم. حدودا 1-2 روز بازی توی بریک میخواد بره. مثل 25 دیگه. 25 هم همینجوری اومد. از 24 موقعی که رفتیم 25 یه ابر بریک خیلی زیادی یه ابر بریک اومده بود. فکر کنم 1-2 روز نمیتونستیم بریم تو بازی. امباپه زد گل توی دروازه. این امباپه خیلی خوبه. ببین اولین پوتو رئال امباپه همین بود. اولین پوتو رئالش همینیه که من دارم. داشت بلیت نزنی به چخمون بدی. او رافینیا چه پاسی داد. یه پاس عقبی زیبا داد. و خب دیگه امیدوارم این فوتبال 26 چیز خوبی باشه. ولی خیلی از شایعه ها میگن که میخواد بیا کاتا 3-0 کنه. هرچه با منم اینجا مثلا بیایم اینجا ترکیب رو ببینیم. مثلا بیاد این دوتا بوستری که رو مسی الان هست و بقیه بازیکن هست و بیا 3-0 کنه. ای فوتبال 24 ای فوتبال 23 ما کارتای بدون بوستر داشتیم. همش اپیکای بدون بوستر میومد. ای فوتبال 24 اومد از کارتای بوستر دار رونمایی کرد. یه ورژن جدیدی از کارت. بعدش امسال اومد کارتا دابل بوستر کرد. حالا فکر کنم ببین به احتمال 90% دارم این شایعه هم نیست. این تئوری خودمه. به احتمال 90% بیاد از کارتای جدیدی رونمایی کنه. و همونطور که سال گذشته دیدیم وقتی اومد کارتای بوستر دار رو رونمایی کرد ازشون اومد از سفیر اصلی بازی استفاده کرد. یعنی لیونل مسی. و به احتمال زیاد سفیر اصلی بازی تو ای فوتبال 26 لامین یامال که هست 100% هم لامین یاماله. و بیاد از کارتای جدیدی رونمایی بکنه توی ای فوتبال 26 و بیاد پک لامین یامال با اوورال خیلی بالایی رو بذاره. خب رفقا اینم از این ویدیو بود. امیدوارم لذت برده باشید. لایک یادتون نره. یا علی مدد تا ویدیوهای بعدی. فعلا